با عرض سلام و درود دوستان به هموطنان گرامی که در هر نقطه جهان هستن درود میفرستیم. خب بریم سر سراغ تحلیل داخلی که اعلام فروش داده بودیم. الان چه کنیم؟ طلا فروش داده بودیم روی 18 و نیم، الان طلا 17 و 750. این فروش اولیه رو سیر سود داشته باشید. فروش دومی که رو 19 بود اونو نگه دارید بر اهدافی که دادم. خب دوستان اون نقطه‌ای که میگم خواهشام فرود کنید، نگو وسط کار بارها گفتم نگو چیکار کنم. خب گرمی طلا گرمی 2 میلیون سود بهت رسوندم طی 2 روز. تو هر 10 گرمش میشه تقریبا 20 میلیون تو 2 روز. حالا یکی 1 گرم داشته 2 میلیون. من نمیدونم تو چقدر حجمی داشتی که ورود کردی، چقدر سود داری از این بازار میگیری. رایگان دارم بهت میگم هیچ جای اینستاگرام و در دنیا اینجوری سیگنال بخر سود کن بفروش سود کن نداریم همچین چیزی. تنها کسی هستم که با تجربه 13 سال تو خرید فروش طلا اعلام میکنم کدوم نقطه بخر کدوم نقطه بفروش. خب تا الان هم خیلی سود رسوندم، حالا یه بارش هم ضرر داشته مشکل نداره. 10 تا سیگنال سود یه دونه حالا استاپ بخوره مشکل نداره. خواهش میکنم حمایتمون کنید، رایگان داریم میگیم، شیر کنید، کامنت بذارید، پست ارسال کنید، فالومون کنید که رایگان داریم بهتون میگیم چیکار کنید دیگه. این چی از این بهتر میخواد. امیدوارم مثل همیشه پرسود و موفق و سربلند باشید. یا حق.